کسی که باید با پیر مادرش نکنه همینطور روزگاریه، میفهمی؟ تو سکیل 60 ساعت دیگه بابای میری گپا تو خلاص شد. دیگه 10 دفعه هی مادر تو پیش ما گریه کرد، گوسفند لند خور فروختم با تو سکیل خریدم. هم مادر تو گریه کرد با چگک با موتور بستو که چگار شه فلان شه، همینطور موتورش میکنی مدر کدی نخونام سکوام بفتاده پول مزدوری حیرونی بدبختی پیدا کردم 60,000 په مال پول دادم. با من برو به پارکینگ استاد کردن دیگه. با پارکینگ استاد کردی؟ پارکینگ پیار تو بود که با پارکینگ استاد کردم همینطور بازم تاگیش هزی. تو بچه خود شدی حاله نه به حرف پیاری نه به حرف مادر نه به حرف برا کلون خونه. تو با کی بگم برای شما دل مکن با ترقی مدرک تو میگه بابا سکل چیگه کن سکل بخری که سکل کن یاد گیره چه کار فلانه همینطور سکل خریدو که همینطور چاکو بروگی اگه هفته یادی هفته باید دیو من بزو دیدار بدر کردی مدر بچه گوسفند لند فروختم گوسفند لند فروختم. تو به کی به شما بگم من بزو دیدار بدر کردی خاک بسر کردی این 60,000 په کم پول نیه بدم او بذاری او بسته میشه. تو به کی بگم به شما هر چی بگم برو اینگاه که خطی که برو او کشیدی ادی گوش میره ادی گوش بدر میشه. اگه من پدر داشته باشم دیگه پیار بیاره سکیل شماری رو سیل میکنم. ای خفته سهرگاه برخیز بگوی تو الله. ای خفته سهرگاه برخیز بگوی تو الله. هر لحظه گاه و بیگاه برخیز بگوی تو الله. عمر تو شد 20 ساله قدی تو نهاله. عمر تو شد 20 ساله قدی تو نهاله. با چنگ و می پیاله برخیز بگوی تو الله. با چنگ و می پیاله برخیز بگوی تو الله. ای خفته سهرگاه برخیز بگوی تو الله. ای خفته سهرگاه برخیز بگوی تو الله. هر لحظه گاه و بیگاه برخیز بگوی تو الله. اکنون بسی رسیدی از عمر خود چی دیدی. اکنون بسی رسیدی از عمر خود چی دیدی. ای نوری هر دو دیده برخیز بگوی تو الله. ای نوری هر دو دیده برخیز بگوی تو الله. ای خفته سهرگاه برخیز بگوی تو الله. ای خفته سهرگاه برخیز بگوی تو الله. هر لحظه گاه و بیگاه برخیز بگوی تو الله. حال 3 روز از این روز که تیر شد از بالت سکیل تنکی هم که عوض کردم اشاره هم عوض کردم. حال فقط زنگ زنم به اون رفیق خو که یوار دارم سکیل ببرم پیشی ببرم که قراره که سکیل به من را برا کنه. من سکیل هم جگاه کنم من فقط پولای منظره کنم پولایو.
بله. سلام علیکم من نباشی. شتاسن تیاره. شکر. از ولسوالی زنگ زدی؟ ما پیارم بچه یم عباس. یعنی دزده گرفتی. خدا شما خیر بده مولا صاحب. فقط او سکیل من نه اما مغازه سنو اسنادای من با خونه. یعنی بعد از 2 ویژه بیایم خدا عباس. خوبه ما بعد از 2 ویژه به خیر خوشی ما عباس بچه خود میارم خود اسنادایو. خوبه چشم خیر بینی مولا صاحب. خداوند شما خیر بده. خیر بینی خدا حافظ شما خدا حافظ. و صرف 4 روز سکیل من پیدا کردم. عباس! بیا اینجا بده. وای خداوند کریم اینا رو عمر بده. بله بابا. میفهمی بچه جان؟ بله. با خدا باش، پادشاهی کو، بی حیا باش، هرچی خواهی کو. راست. پلوکامو کم بود، موسم گوسپند لنده بکشم، دل به تو بسوخ، به تو بفروختم، به تو به 60,000 سکیل خریدم. اینا پول اولی کف دست بود، پول الار بود، و صرف 4 روز سکیل پیدا شد. وقت که برای چی من رو بیل سویلی بری وقت من سکیلک بستم. خدایا 10,000 بار شکر. 4 شب بودم اونجا بندی. 4 سال با بالیم تیر شد. خدایا تمام بندی ها را آزاد کن. به گناه مسکین نبود. ببین خدا تو در به در کنه به خیر خوشی بره یک قبی بخور. تو سکیل بیامدی به چانس بزی سکیل از این نگاه پیش وردیشتی. ما گفتیم بیچاره البته خور به خان منداخته. سکیل وردیشتی برفتی سکو تو که خدای پاک روی تور سیاه که تور بگرفتم سکیل مرتگر بعد عمل هستی مرا آزاد کردم. من مسکین بدبخت که مادر مطاله یک سنه گریه میکنه نک دشتن که به پیش می بیاید. خدایا شکر داره.